سلام دوستان، به کانال انیشکدستانه خوش اومدید. تمدن سازی که بدون تعارض ممکن نیست. یعنی وقتی شما تصمیم میگیری به تمدن سازی، باید با تمام مفاهیم و نظریات تا واحدهای اندازه‌گیری تمدن موجود مبارزه کنی. تو این قسمت میخوایم بگیم که چطور آمریکا و شوروی تونستن خودشونو به عنوان انسجام دهنده های بین المللی جا بندازن. راجع به اصل تقسیم کار دیوید ریکاردو میخوایم صحبت کنیم و اینکه چطور میشه کشورهای اروپایی رو اسیر جنگ مسلحانه داخلی کرد. خب فصل 8 آقای الوین تافلر با این موضوع شروع میکنه که هیچ تمدنی بدون تعارض شکل نمیگیره. یعنی وقتی که موج دوم اومد، خب معارضش چی بود؟ چه تعارضی ایجاد کرد با موج اول؟ خب پس طبیعتا اگر میخواد موج سومی به وجود بیاد، این موج سومه تعارض جدی داره با موج دوم و اساسا شما نمیتونید یک تمدن جدیدی رو ایجاد کنید بدون هیچ تعارضی. یعنی میگه خب هر آنچه که این تمدن موجود داره من میپذیرم، ولی میخوام یه تمدن جدیدی رو ایجاد کنم که همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. لذا میگه که اگرچه در موج اول یه سری دله دزدی‌ها وجود داشت، این دله دزدی‌ها در حد مثلا روستایی بود، یه محله کوچیکی بود، یه منطقه کوچیکی بود و یه عده آدمی اومده بودن خودشون رو مسلط کرده بودن بر اون ناحیه. فرض کن یه راهزنهایی داشتیم ما، یه دزدان دریایی داشتیم ما در موج اول. میگه که تو موج دوم این دله دزدی‌های منطقه‌ای و محدود و کوچیکه که فعالیت اقتصادی برای خودشون راه انداخته بودن، در موج دوم تبدیل شدن به یک سیستم دزدی کلان. یعنی اینجوری میگه امپریالیسم خرد و اون امپراتوری کوچیکی که ایجاد شده بود تبدیل کرد به یک امپریالیسم کلان. و خیلی قشنگشون اشاره میکنه که اصلا چالش رهبرای اروپایی که الان وجود داره و خیلی قشنگشون اشاره میکنه چالش رهبران اروپایی چیه. میگه اگر ما ادامه ندیم و مستعمرات خودمون رو گسترش ندیم، بیکاری که در ازای توقف این گسترش مستعمرات برای ما ایجاد میشه، سبب چی میشه؟ سبب جنگ‌های داخلی مسلحانه میشه. یعنی اصلا اروپا، آمریکا، این تمدن غربی که شکل گرفته و خودشون به عنوان کشورهای پیشرفته نام میبرن، اگر اینها دست اندازی نکنن به مال و اموال کشورهای دیگه، اساسا نابود میشن. در واقع بقای خودشون در دزدی کردن مال و اموال کشورهای دیگه است. خب من چند روز پیش دیدم که در ازای همین اعتراضاتی که اتفاق افتاده بود و دانشجویان مخصوصا توی امریکا و کشورهای مختلف اومده بودن اعتراض کرده بودند و گفته بودن که آمریکا نباید به رژیم صهیونیستی کمک کنه، خیلی جالب بود. ایلان ماسک به عنوان یکی از تکنولوژیست های بزرگ دنیا اومده بود گفته بود که خب اون دانشجوهایی که از کشورهای مختلف اومدن توی آمریکا و دارن تحصیل میکنن، اینا رو برگردونید به همون کشورهایی که بودن. یعنی اگر پرچم آمریکا رو آتیش میزنن، پرچم آمریکا رو قبول ندارن، نظام آمریکا رو قبول ندارن، برگردن به اون کشوری که دوستش دارن یا برگردن از اون کشوری که دارن ازش دفاع میکنن، یعنی برگردن فلسطین. خب ما قبل از این دست پیش میگیره دیگه. بعد بگیم که شما بیایید در ازای این 100 سالی که مال و اموال این کشورهای آفریقایی و آسیایی رو دزدیدید، آمریکای جنوبی دزدید، این مال و اموالشون بهشون پس بدید، با غرامت هم بهشون پس بدید. اون موقع بله همه این مردم برمیگردن به کشور خودشون و اساسا اینجوری باید بگیم که اصلا دیگه کشوری به اسم آمریکا وجود نداره. یعنی اگر سرخ پوستان اینا نابود نمی‌کردن، آمریکا وجود نداره و اساسا اصلا که اصل و اجداد آمریکایی‌ها همون انگلیسیایی هستن که در تبعید بودن، همون دزدا و قاچاقچی‌ها و قاتلا بودن، تبعیدشون کرده بودن اونجا، حالا برای خودشون یک کشور تأسیس کردن و خودشون متمدن میدونن. تمدنی که بر اساس همین دله دزدی‌ها ایجاد شد. اینها رو داره آقای آلوین تافلر میگه ها. حالا ما داریم با مصادیق روزش بررسیش میکنیم، چون ایشون کتابش مربوط میشه تقریبا بره 40 سال پیش، 1979 44 سال پیش نوشته شده. خب مصادیق روزش ما باید در کنارش ببینیم.
پس بسیاری از اروپاییان این کشورگشایی ها رو حتی اومدن فریضه مذهبی دونستن. یعنی وقتی میرفتن کشور آفریقایی مردم رو به عنوان برده میگرفتن، حتی میومدن اونها رو به اسم این که میخوایم شما رو مسیحی کنید، این گسترش دین مسیحیت رو رقم بزنن، این مستعمرات خودشونم پس چی گسترش میدادن و میگفتن اصلا مسئولیت انسان سفید پوست اینه که بیاد این کشورگشایی ها رو انجام بده و در واقع یک فریضه مذهبی بوده، ثواب داشته. کشورگشایی ثواب داشته. این که بریم مال و اموال آفریقایی های سیاه پوست رو بگیرید ثواب داشته که چند سال پیش بود، یعنی چندین سال پیش بود که اشتباه نکنم سازمان ملل اومد یک برآوردی کرد و یک هزینه سنگین چند صد تریلیون دلاری گفتش که بعد غرامت بدن به کشور آفریقایی، بعد غرامت بدن که اگه خب این اتفاقا بیفته خب معلومه دیگه این کشورها دیگه ضعیف نیستن، مستضعف نیستن که در ادامه راجعش صحبت میکنیم دیگه چه بلاهایی سر این مردم مظلوم آوردن. لذا اصلا تیراندازی به بومیان مستعمر نشین بیشتر شکار تلقی میشد تا جنگ. اینا رو آقای آلوین تافلر داره میگه و این مطلبی که خود آقای تافلر هم آورده از کتاب تاریخ اجتماعی مسلسل که در سال 1898 نوشته شده بود در قرن 19، کتاب آقای جان آلیس، میگه که اصلا مردم داشتن شکار میکردن تا جنگ. اصلا یعنی تاریخ مسلسل وقتی ایجاد کرد، وقتی مسلسل به وجود آوردن، تفنگ، اسلحه و مردم رو ترسوندن، این باعث شد که اصلا دیگه اون جنبه انسانیت انسانم بذارن کنار و به دید شکار نگاه کنن. و ایشون میگه که حقیقت اینه که تمدن موج دوم مثلا نمیتونست تو انزوا به زندگی خودش ادامه بده و سخت محتاج منابع ارزون قیمت بوده. خب چیکار میکرده؟ از طرف دیگه میگه بالاتر از همه اینه که به یک بازار جهانی منسجم و واحد نیاز داشت که از طریق آن بتونه به این منابع چنگ بندازه. خب کشور خود ما از این قاعده مستثنا نبوده و خیلی بلاها سرش میاد. حداقل در یک برهه‌ای توسط انگلیسی‌ها نصف جمعیت ایران به خاطر قحطی مصنوعی از بین میره. ایشون اشاره میکنه که همونطوری که اصل تقسیم کار به وجود اومد و فردی مثل آقای تیلور در کارخونه اومد تقسیم کار رو تا ریزترین موارد انجام داد، این گسترش پیدا کرد، رفت به سمت، یعنی از سطح فردی ملی رفت به سمت بین المللی. آقای دیوید ریکاردو اصل تقسیم کار بین المللی رو مطرح کرد. یعنی حالا هر کشوری در دنیا وظیفش اینه که فرض کنید روی یک محصول کار کنه و یک محصول رو به دنیا ارائه بده. فرض کنید آلمانی ها مسئول تولید ماشینن، اتومبیلن، بنز و بی ام ون. درست شد؟ کشورهای مثلا نفتخیز فقط بعد نفت رو در اختیار این کشورها قرار بدن. فرانسه یک مسئولیت دیگه‌ای برای خودش تعریف کرد. ژاپنی‌ها یک مسئولیت دیگه‌ای برای خودشون تعریف کردن. کشورهای مختلف اروپایی هر کدوم وظیفه‌شون این شد که یک محصولی رو به عنوان پایه و اساس کار خودشون قرار بدن. لذا اگر ایران، یک کشوری مثل ایران میگه من تمدن سازم، میخوام حالا رو محصولات مختلف کار کنن، جلوشو میگیرن. چون این سبب میشه کشورهای دیگه دچار بیکاری بشن. کشورهای دیگه دچار بیکاری بشن یعنی کدوم کشور؟ اونایی که صادرات خیلی خوبی دارن. صادرات خیلی خوب کدوم کشورها دارن؟ همین اروپایی‌ها دارن. و وقتی که این اتفاق بیفته یعنی بیکاری و یعنی جنگ مسلحانه اروپایی در داخل این کشورهای اروپایی رقم میخوره. و تنها کشوری که الان میتونه چند محصول رو به طور همزمان ارائه کنه آمریکاست، ولی اجازه نمیده که کشور دیگه‌ای بخواد تو این زمینه قد علم کنه، بخواد چند محصول مهم رو به دنیا عرضه کنه. پس اصل تقسیم آقای دیوید ریکاردوم آشنا شدیم. تقسیم بین‌المللی کار یعنی ارجاع نقش‌های تخصصی به کشورهای مختلف باعث میشه تا همه از نتایج آن بهره مند بشن. این اصل تقسیم کار آقای دیوید ریکاردو بوده. خب بر مبنای همین اصل تقسیم کار، خب پس ما نیاز به یک انسجام دهی داریم دیگه. یعنی کسایی باید باشن بیان این تقسیم کار رو رقم بزنن. خب پس نیاز به نخبگانی هم داریم، چه تو سطح فردی گفتیم، چه سطح بین‌المللی، چه سطح پس نیاز به نخبگانی داریم در سطوح مختلف فردی، ملی و بین‌المللی که در عرصه بین‌المللی شما آشنا هستید دیگه. مثلا گروه 7 رو شما شنیدید، اجلاس داووس رو شما شنیدید. این جمع‌های بین‌المللی وظیفش
انسجام دهی و استفاده از اصل تقسیم کار آقای دیوید ریکاردو. خب این باور سودجویانه که تخصصی کردن به هر کسی باید نفعی برساند بر اساس اصل رقابت معقول بنا نشده. میگه کی گفته؟ از هم چیزی نیست وقتی شما تقسیم کار کنید، بلکه این نظریه همه چیز را در نظر گرفته و جز واقعیت زندگی رو، و این منافع در اصل از جهان موج اول به جهان موج دوم جریان یافت. منافعش یعنی چی؟ یعنی ظاهرش این بود که میگفتن خب کشور غرب آسیا شما وظیفتون تولید نفته، بدید به ما مثلا محصولات و تکنولوژی روز رو به شما بدیم. چه اتفاقی میافتاد؟ میگفتن خب حالا این نفت بدبو رو ارزون به دست ما بدید، از دستش خلاص بشید، ما این چیز بدبو رو از کشور شما دور میکنیم، حالا یه پولی هم به شما میدیم بابت این، ولی کار مهم ما داریم انجام میدیم. در ازاش میرفتن کلی محصولات مختلف ازش تولید میکردن و چند برابر قیمت به این کشورهای مستعمره میفروختن که در اصل قاجار و یا اصل پهلوی و از این جور موارد ما زیاد داشتیم که همچین بلاهایی رو سر ما آوردن. در واقع تا همین اواخر، یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی، ما داشتیم دیگه در زمان همین محمد رضا پهلوی یا اواخر رضاخان این اتفاقا بود. یعنی ایل بختیاری بود که یه تسلطی داشت بر اون قسمت‌های نفتخیز، بعد انگلیسی‌ها اومدن تفرقه ایجاد کردن، زد و خورد ایجاد کردن، اینا رو تبعید کردن تا حتی اون درصد کم هم به ایلات بختیاری نخوان پولی بدن. و وقتی که پهلوی ها اومدن سر کار، در ازای یک بهای ناچیزی نفت ایران رو می بردن. این حالا تو کتاب خاطرات ثریام هست، شما میتونید اون رو بخونید و جزئیاتش بیشتر مطلع بشید که چه بلایی سر قوم بختیاری آوردن. خب پس قیمت‌های پایین مواد خامی که برای تمدن موج اول ارزشی نداشت، مانند طلای سیاه بدبو، استعمار اومد با زور و تطمیع حاکمان اون رو به دست آورد. بعد تازه گفتن اگرم می‌خوایم تازه پولی بدیم به مردم نمیدیم، یه چیزی ناقابلی میندازیم جلوی این حاکمان، اینا در عیش و نوش و لذت‌های زندگی غرق بشن، عوضش مال مردم رو، مال این کشورها رو ما به یغما میبریم. یه قسمت خیلی جالبی داره به عنوان مزرعه مارگارین و مثالهای جالبی میزنه در این زمینه. میگه مثلا این کره‌ای که درست میکردن، کره نباتی رو، نارگیل رو و هسته خرمایی که ازش به وجود میومد، محصولات خوبی به وجود می آورد، این رو اومدن چیکار کردن؟ اصلا آفریقای غربی رو که این محصول درونش بود دچار فروپاشی کردن از لحاظ نظام اجتماعی و زندگی. اصلا یک تقسیمی کردن کشورهای آفریقایی رو بین خودشون. مثلا کنگو رو دادن به بلژیک، حالا اومدن نیجریه رو تقسیم کردن، کامرون رو مثلا دادن به فرانسوی ها، ساحل طلا و منابع کشورهای مختلف رو اومدن برای خودشون تقسیم کردن تا منابعشون رو غارت کنن. یا مثال جالبی میزنه، میگه یه محصول مثل کاوچو که برای مثلا تولید لاستیک و تایر استفاده میشه، این تو قسمتی بوده تو ناحیه زندگی سرخپوستان آمازونی وجود داشته. لذا خیلی جالبه، میگه برای تولید 4000 تا کاوچو، 30,000 سرخپوست نابود میشن. ببین اصلا جان انسان ها مهم نبوده. حالا از این مصادیق به وفور شما میتونید تو کتاب‌های مختلف پیدا کنید و ببینید که چه بلایی سر این کشورهای ضعیف آوردن. ایشون این نکته خیلی جالبی رو اینجا اشاره میکنه و خیلی مهمه. میگه که قدرت‌های استعماری حس حقارت روانی عمیقی به مردم شکست خورده القا کردن که تا امروز مانعی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها محسوب میشه، که این رو ما در ادبیات خودمون میگیم مستضعف نگه داشتن ملت ها. یعنی انقدر تو سرشون زدن و انقدر گفتن شما نمیتونید، که تاریخ خودمون داشتیم دیگه. یه نماینده مجلسی بود در عصر پهلوی که میگفت چی؟ اصلا ایرانی ها یک لولهنگ هم نمیتونن بسازن. حتی بعضی ها تا الان هم همچین تفکری درونشون وجود داره و مستضعف نگه داشتن مردم سببی شده بود که اینها بتونن اموال اینها رو چپاول کنن. چرا؟ چون فقط بهشون گفته بودن که شما بی‌عرضه‌اید، شما توانمندیشو ندارید، شما اگه ما بالا سرتون نباشیم حتی آب بینیتون هم نمیتونید بالا بکشید. و البته این حرفا برای 44 سال پیش هست و از قول آلوین تافلر امریکایی هست که خیلی جالبه. ایشون همچین مواردی داره در کتابش بهش اشاره میکنه.
پس به واسطه همین استعمارهایی که رقم زدن و کشورهای مختلف منابعشون رو غارت کردن، ثروت هنگفتی نصیب خانواده‌های اروپایی اومد. این روند استعمار جهان رو ایشون میاد در ادامه بررسی میکنه و کنترل مردم رو میگه به عنوان مثلا در 1499 تنها 9% جهان در دست اینها بوده، اما در سال 1801 1/3 جهان، تقریبا 30%، 1880 2/3 جهان و در سال 1995 85% از لحاظ سیاسی و 70% جمعیت رو اینا داشتن کنترل میکردن. پس نظیر خود جامعه موج دوم، جهان به انسجام دهندگان و انسجام گیرندگان تقسیم شده بود. یعنی پس نه تنها جامعه بلکه در سطح جهان هم کشورها به این دو طیف تقسیم شدن. قسمت دیگه‌ای داره تحت عنوان انسجام دهی به سبک آمریکایی و اشاره می‌کنن که کشورهای موج دوم بین خودشون بر سر کنترل نظام اقتصادی جهانی یک جنگ خونینی رو انداختن، مثل همین جنگ جهانی دوم. چند 10 میلیون نفر انسان کشته شد، از بین رفت به خاطر اینکه ببینه آقا جان کی باید کنترل کنه نظام اقتصادی جهان رو. مثلا اشاره می‌کنن سلطه انگلیس و فرانسه در جنگ اول با ظهور قدرت صنعتی آلمان به مخاطره افتاد. در پایان جنگ جهانی دوم اروپای غربی ماند و خرابه‌ها و ویرانه‌های پردود و جنگ زده است و میگه که آلمان منظره شبیه کره ماه پیدا کرده بود، انقدر موشک خورده بود، پر از چاله چوله شده بود، صنایع ژاپن از هم پاشیده بود. طمع کشورهای استعماری برای طلب استقلال شدت گرفت، مثل هند که میگفتن مثلا ما دنبال استقلال هستیم. لذا مسئولیت تجدید سازمان و انسجام مجدد نظام موج دوم بر عهده دو تا کشور افتاد، آمریکا و شوروی سوسیالیستی. حالا آمریکا اونجا اومد زرنگبازی داره و چند تا توافق خیلی خوب رو انجام داد، مثل توافق بروتون وودز که 44 تا کشور اومدن یه سری مراکز و نهادهای بین‌المللی مهم رو ایجاد کرد، مثل صندوق بین‌المللی پول. گفت تو در صندوق بین‌المللی پول اومدن گفتن که پشتوانی پول ملت‌ها بشه دلار و طلا. حالا همه کشورها طلاهاشون رو بدن آمریکایی‌ها، دست اونا باشه. تقریبا 72% طلای جهان رو صاحب شدن. درست شد. هرچند بعد این طلا به مرور کاهش پیدا کرد و امثال ژنرال دوگل فرانسوی گفتن آقا ما دلار رو میدیم، طلاهامون رو می‌خوایم بگیریم، اما اتفاق نیفتاد. حتی بعد از اون یه کلاهی بر سر ملت‌ها گذاشتن که به عنوان شوک نیکسون معروف شد و گفتن که دیگه تبادل طلا و دلار نداریم. در واقع طلا هم گذاشتن کنار و دلار آمریکا شد پشتوانه اقتصاد جهانی که رهبر انقلاب هم اشاره کرده بودن که اگر ما بتوانیم اقتصاد رو، اگر ما بتوانیم مردم رو از این جادوی پولی و مالی نجات بدهیم، میتونیم سبب رهایی ملت ها بشیم از این هیمنه اقتصادی که ایجاد کرده امریکا. در واقع در دیداری که با فرماندهان سپاه داشتن این رو اشاره کردن و از جادوی پولی و مالی نام بردن. این جادوی پولی و مالی یکیش همین صندوق بین‌المللی پول بود که همچین اتفاقی رو رقم زد و در ادامهش گفتیم که شوکی نیکسون چه بلایی سر این اقتصاد آورد. بانک جهانی اومد اعتباردهی کرد جهت زیرساخت‌ها. نیتش یعنی اومد یک چهره فریبنده به خودش گرفت و گفتش که من میخوام اعتباردهی کنم، شما زیرساختاتون رو بسازید، اما زیرساختش با هدف این بود که این منابع ارزون قیمت رو بتونه به راحتی و در سریعترین مسیر ممکن به کشورهای انسجام دهنده برسونه، یعنی استعمارگر برسونه، اینجوری بگیم بهتره. خب هدفش این بوده، مثل همون راهنی که در زمان رضا پهلوی رضاخان ایجاد شد. هدف توسعه کشور ایران نبود، قرار بود که این نقل و انتقال و سربازان و نیروهای نظامی و تجهیزاتشون رقم بخوره. میتونم اشاره کنم که مستند خیلی خوبی به عنوان شاهزادگان ین تولید شده که در مورد همین هست که چطور این صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بلایی رو بر سر اقتصادهای شرق آسیا تحت عنوان ببرهای آسیا میاره و سبب میشه اونها برای همیشه بدهکار بشن. مستند خیلی جذاب و جالبی است که یکی از اقتصاددانهای آمریکایی که در مستشار بود در ژاپن به خصوص میاد راجع به این صحبت میکنه و بلایی که بر سر ژاپنی‌ها میاد به خصوص رو با مصادیق خیلی دقیق اشاره بهش میکنه. هم مستندش هست هم کتابش که میتونید تهیه کنید اگه علاقه‌مند بودید در این زمینه استفاده کنید. خب مورد دوم، نهاد دیگه که اومدن درست کردن موافقتنامه عمومی تعرفه گمرکی و بازرگانی بود
که هدفش تعمیم تجارت آزاد بود. در واقع این موافقتنامه سبب شد تا کشورهای فقیرتر که از نظر تکنولوژی عقب مانده تر بودن در حفظ صنایع کوچک و نوپایشان با مشکل مواجه بشن. لذا این نظام قدرت رقابت صنایع ایالات متحده را در بازارهای جهانی تقویت کرد. همین موافقتنامه. از طریق این نظام آمریکا به یک پارچه‌سازی کشورهایی پرداخت که خودشان انسجام دهنده بودند. یعنی آمریکا اومد بالای سر همه کشورها قرار گرفت. انسجام گیرندگان همون مستعمرات، انسجام دهندگان میشه استعمارگران و آمریکا که شد اصلا استعمارگران که ما میگیم شیطان بزرگ. امپریالیسم سوسیالیستی. لذا از این سمت هم شوروی اومد کم نیاره، مجبور شد هر چند با این قواعد امپریالیسمی میخواست مخالفت کنه، اما در باطن همون کارهایی که آمریکا داشت انجام میداد اون هم رفت به سمت همون کارا. میگه پدیده‌ای به وسعت و پیچیدگی و تغییرپذیری امپریالیست را نمیتوان به سادگی توصیف کرد. لذا شوروی کم آورد، رفت به سمت همون قواعدی که وجود داشت. پس تمدن رو غرب ایجاد کرد. لذا شما اگر نتونید قواعد خودتون رو ایجاد کنید مجبور هستید که چی؟ پیروی کنید. و با پیروی کردن از تمدن دیگران شما نمیتونید تحول ایجاد کنید. لذا امپریالیسم یک ذهنیت موج دومی به وجود آورد. این ذهنیت امروزه مانعی است مهم بر سر ایجاد تمدن کارای موج سوم. یعنی این ذهنیت، این میگیم این ساختاری که رفتار میسازه و آقای آلوین تافلر هم بهش معتقد هست، میگه این ذهنیت الان تو وجود همه مردم هست و این سبب میشه که این موج سوم به راحتی نتونه جاشو بگیره. باور مردم شده که آقا یه بعضی هستن، حتی اساتید دانشگاه موجود در دانشگاه تهران که هنوز میگن آقا جان آمریکا و 5 به اضافه این کشورهای قدرتمندن، ما باید بهشون باج بدیم تا زنده بمونیم. پس شوروی نیز سازوکار خود را برای ایجاد نظام امپریالیسمی موج دوم پدید آورد. اون شوروی هم رفت به سمت قراردادهای مشترک مثل شورای همکاری دوجانبه اقتصادی کمکون، ایجاد شرکت‌ها، ایجاد کشورهای برادر و غیره. پس خودش هم اومد اون کشورهایی که سوسیالیست بودن اونها رو زیر پرچم خودش گرفت، ولی در واقع یه جور اونها رو داشت غارت می‌کرد. اون هم هست قاعده استعمار و استعمارگر و استعمار شونده رو ایجاد کرد. لذا پس روسیه شوروی از آغاز به نظام پولی جهانی پیوست، چاره ای نداشت، چیزی نتونست تعریف کنه. مثل آمریکا بانک جهانی تعریف نکرد. به محض اینکه کشوری به این نظام وارد شود و شیوه های مرسوم داد و ستد را بپذیرد، فوراً خود را اسیر تعاریف و مفاهیم قراردادی کارایی و بهره‌وری می‌کند. یعنی تعاریفی که خود به سرمایه‌داری اولیه برمیگردد. پس سوسیالیسم اینجا معنی دیگه پیدا نمی‌کنه و آن کشور مجبور می‌شود مفاهیم و مقوله‌ها و تعاریف و روش‌های محاسبه و واحدهای اندازه‌گیری قراردادی اقتصادی را تقریباً به طور ناخودآگاه بپذیرد. مثلا راجع به تولید ناخالص ملی قبلا صحبت کردیم که اصلا از بیس اشتباهه، ولی همه کشورها مسلمون، یهودی، مسیحی، سوسیالیست، غیر سوسیالیست از این قاعده تولید ناخالص ملی که همه میدونن اشتباهه ولی به روی خودشون نمیارن استفاده میکنن. بنابراین اتحاد شوروی هم نظیر رقبای سرمایه‌داریش به قیمت زیان رساندن به کشورهای واپسمانده خود سود بسیاری بود. یعنی اونم شوروی اومد جیب بقیه رو زد. اتحاد جماهیر شوروی از طریق ملاحظات استراتژیک به سوی سیاست‌های امپریالیستی کشانده شد. یعنی فقط یک پوسته ای از خودش داشت، همون کارهایی داشت انجام میداد که امریکا و رفقاش داشتن انجام میدادن. البته آقای تافلر معتقده که این امپریالیسم نکات مثبتی هم داشته. یعنی اگر نفت ارزون در اختیار این کشورها قرار نمی گرفت، محصولاتی مثل کاوچو ارزون در اختیار این کشورها قرار نمی گرفت، همین کشورهای دیگه هم که ادعاشون میشه میگن مبارزه میخوایم بکنیم، نمیتونن مثل شوروی نمیتونن خب اتومبیل تولید کنن، لاستیک تولید کنن، محصولات مختلف تولید کنن. لذا از این جهت که خب این قیمت محصولات پایین نگه داشته میشد، خب برای تولید محصولات خیلی به نفع بود. شما فرض کنید که قیمت نفت الان فرض کنید $100 بشه $1000، چه اتفاقی میفته؟ اون موقع تمام محصولات موجود، تمام ریز به ریز تکنولوژی که روزه برای ما چند برابر قیمت قرار اتفاق بیفته. لذا ایشون توجیه میکنن و میگن که خب این سبب شده که این استعمارگرا بزنن تو سر این استعمار، یعنی کشورهایی که اموال اموالشون غارت میکنن مفت این منابع رو ازشون به چنگ بکشن، بیارن بیرون، محصولاتی بدن با قیمت مناسب.
ولی دیگه نمیان بگن که الان تقریبا همه دانشمندای بزرگ به این نتیجه رسیدن، یک فروپاشی بزرگ، یک شتاب بزرگ، نابودی بزرگ رو تعریف کردن که تقریبا از همون 1950 شروع شده و زمین داره به سمت نابودی میره. تمام منابع جهان رو دارن غارت میکنن، چیزی نمونده که اینا نبلعیده باشند. لذا این Great Acceleration رو من نمودارش رو اگه بخوام برای شما نشون بدم و شما ببینید، تقریبا همشون، تمام ترند هاشون تو این حوزه میگه از سال 1950 به این سمت اوج این شکلگیری موج دوم هرچی میره جلوتر سبب چه اتفاقی میشه؟ سبب نابودی زمین و محیط زیست داره میشه. لذا توجیهشون اینجا منطقی نیست وقتی که پیامدهاشو الان داریم ما در محیط زیست و زمین میبینیم و میشه راهکارهای بهتری رو دید، به شرط اینکه در تمدنی که ما تعریف میکنیم دیگه از مفاهیم، مقوله ها، واحدهای اندازه‌گیری و کلا از باورهای موجود استفاده نکنیم. این خلاصه فصل 8 بود. امیدوارم که براتون مفید باشه. با نظراتتون من رو همراهی کنید، مشارکت کنید. خیلی خوشحال میشم که نظرات شما رو میخونم و همراهی شما رو میبینم. خیلی ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون.